به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود و سلام به شما شاگردای عزیز به یک درس دیگه از مضمون کامپیوتر صنف دهم. همه شما از آن را خوش آمدید. میگم امیدوار هستم که مثل هر روز تا پایان من همراهی بکنین. درس جدیدم میخوانیم و بخیر یاد میگیریم. آماده هستین؟ بسیار عالی. شاگردای عزیز، درس که قرار است امروز بخوانیم درس 15 از فصل سوم هست. مضمون کامپیوتر صنف دهم، صفحات 53 الی 54 میخوانیم. عنوانی که قرار است امروز بخوانیم قسمت های مهم صفحه پروگرام ورد می باشه که بیشتر در این مورد میخوانیم که قسمت های مهم صفحه پروگرام ورد کدام هست. اما قبل از اینکه بپردازیم به درس جدید ما، چه خوب است مرور هم به درس گذشته ما داشته باشیم. شاگردای عزیز که ما در درس گذشته فقط آشنایی حاصل کردیم که پروگرام ورد چی هست، چگونه ما میتونیم او را باز بکنیم و وارد محیط پروگرام ورد شویم. اما شاگردای عزیز اینا گفتن نمونه که پروگرام ورد یکی از پروگرام هایی است که امکانات زیاده داره و همچنانی که مینوهای بسیار زیاده داره که قرار نیست فقط در یکی دو درسی خلاصه شود. انشالله که ما تا پایان این کتاب، البته چند درس مانده به ختم کتاب صنف ده، ما بیشتر در مورد پروگرام ورد خواهیم خواند که پروگرام ورد یکی از پروگرام های مهم مایکروسافت آفیس می باشه. خب این هم مرور بود به درس گذشته. کارخانگی هم داشتین شاگردای عزیز. کارخانگیتان حل سوالات درس گذشته بود. آیا حل کردین؟ بله. بسیار عالی. شما شاگردای عزیز چطور کارخانگیتان حل کردین؟ بله. نام خدا. انشالله ما در پایان ملاحظه شد میکنم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس چه خوب است که شاگردای عزیز شما هم کتابتان را باز بکنین. صفحه 53 الی 54 عنوان درس قسمت‌های مهم صفحه پروگرام ورد و در پهلوی کتابایتان را که باز میکنین کتابچه ها و قلمایتان هم آماده بگذارین. نکات کلیدی درس یادداشت برداری بکنین. سوال هم اگر در جریان درس در ذهنتان ایجاد میشه در مورد درس امروز چه خوب است یادداشت کرده در پایان با ما شریک بسازین. پس بیایم اهداف ما را از خواندن درس امروز هم بدانیم شاگردای عزیز. بدون شک هر درس را که ما میخوانیم یک هدف هم داریم از خواندن درس. اهدافی که امروز ما داریم آشنایی با قسمت‌های مهم صفحه ورد می باشه که ما آشنایی پیدا می‌کنیم که قسمت‌های مهم صفحه ورد کدام ها هست و همچنان آشنایی با مینو یا مینو بار پیدا می‌کنیم که مینو بار کدام مینو را میگن و همچنان شامل چه چیزها می باشد. در پهلوی مینو بار در مورد تایتل بار هم خواهیم خواند. پس بیایم با هم یک جا شروع کنیم درس امروز ما را شاگردای عزیز. برنامه ورد دارای 4 بخش بسیار مهم و عمده و اساسی می باشه، مثل تایتل بار یا میله عنوان. تایتل به معنی چی؟ به معنی عنوان. مینو بار یا میله مینو. مینو چی هست؟ فهرست از مطالب هست یا فهرست از آپشن های هست که در اختیار ما هست. تول بار می باشه و همچنان تول به معنی همون ابزار هست و میله تول بار یا میله ابزار و همچنان صفحه کاری می باشه که وقت ما با ورد آشنایی حاصل کردیم، ورد باز کردیم، بدون شک دیگه حال ما مواجه شدیم با یک صفحه کاری و قرار است کار ما را با پروگرام ورد آغاز بکنیم. پس بیشتر راجع به این 4 بخش عمده و اساسی پروگرام ورد با هم به تفصیل بیشتر خواهیم خواند. اما بخشایی را که ما امروز آشنایی حاصل کردیم اینا بسیار زیاد مهم می باشه در پروگرام ورد و یاد گرفتن هر کدامش بر ما خیلی لازم و ضروری می باشه که ما هرچی بیشتر و هرچی خوبتر بتونیم با پروگرام ورد کار بکنیم و باید تمام این 4 جزء مهم را که ما قبلا نام گرفتم ما باید در مورد کارکردهایش هم آشنایی پیدا کنیم که اینا چگونه کارکرد دارن و چگونه میتونیم از اینا استفاده بکنیم. خب شاگردای عزیز پس بیایم با هم یک جا کار عملی را هم آغاز کنیم. در آغاز بیایم پروگرام ورد ما را باز بکنیم شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز به خاطر از اینکه اخیراً ما ورد باز کردیم، یعنی همون داکیومنت های است که ریسنتلی استفاده شده، پس ما میتونیم از اینا چی کنیم؟ استفاده بکنیم. خب شاگردای عزیز میایم ورد باز میکنیم. شما ببینین که مینوی تایتل را که ما خواندیم. شاگردای عزیز مینوی تایتل را کجاست؟
این قسمت که شما میبینین که همیال ماوز من رویش چی میکنم میچرخانم، این قسمت تایتل هست. ببینین اینجا نوشته است داکیومنت 1. گفتیم که چیزایی که در مینوی تایتل سیو میشه همون عناوین هست که ما او را خود ما پیشفرض تعیین کردیم و او بر ما باز میشه. داکیومنت 1 نوشته است، مایکروسافت ورد نوشته است و همچنانی که پروداکت اکتیویشن فیلد نوشته است که البته بیایم ما این را به یک نام دیگه سیو کنیم به نام فارسی که بر ما آسان تر باشه شاگرد عزیز و بدانیم که مینوی تایتل چگونه هست. اینجا میایم یک عنوان برش سیو میکنیم، مثلا مضمون، فقط نوشته میکنیم مضمون. ببینید شاگرد عزیز در قسمت به جای داکیومنت 1 چی شد؟ به نام مضمون سیو شد. یعنی ای که عنوان ما چیزی که به خاطر پروگرام ورد ما نوشته کردیم، عنوانی که نوشته کردیم خود به خود سیو میشه و مینوی تایتل و یا هم تایتل بار فقط بر ما چی میکنه؟ همین تایتل های ما را یا عنوان های ما را نشان میده که در قسمت فوقانی پروگرام ورد قرار داره. اما موضوع بعدی را که ما خواندیم شاگردای عزیز مینو بار بود و یا هم میله مینو بود که گفتیم میله مینو دارای بسیار زیاد مینوها می باشه که البته این مینوها را شما میبینید در این قسمت تمامش بر ما نوشته شده. مثلا مینوی فایل هست، مینوی هوم است، مینوی انزرت هست، پیج لی اوت هست، ریفرنس هست و متمت چند تا مینوی دیگه هست که البته ما دانه دانه اینا را کار خواهیم کرد. اما در قسمت بر ما فقط مینوی فایل گفته شاگرد عزیز. ببینین اینجا کلان نوشته است مینوی فایل. وقتی که ما سر از این کلیک میکنیم بر ما چندین توانایی را پیشکش میکنه که ما میتونیم او را با استفاده از این توانایی ها کارهایی را در ورد انجام بدیم. مثلا سیو داریم شاگرد عزیز. وقتی که سیو میزنیم دقیقاً همون چیزایی را که ما جدیداً در این صفحه ورد مثلا نوشته کردیم همون چی میشه؟ تمامش سیو میشه. مثلا نوشته میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. درست؟ بسم الله الرحمن الرحیم نوشته کردیم. این رو میخوایم سیو بکنیم چون یک بار ما داکیومنت ما را سیو کردیم. اگر گزینه سیو میزنیم این در همون جایی که انتخاب کرده بودیم که در دسکتاپ بود سیو شد. باز دوباره میایم روی مینوی فایل. ببینین سیو اس داریم شاگرد عزیز. سیو اس چی کار میکنه؟ سیو اس بر ما توانایی را میده که هر محیط را که ما خواسته باشیم همین صفحه ورد ما را یا پروگرام ورد ما را اونجا سیو بکنیم. ببینین یک بار سیو گفتیم در روی دسکتاپ سیو شده. حال اگر باز هم بر روی دسکتاپ بگیریم اما به خاطر که عنوان ما یک چیز است را قبول نمیکنه. پس باید چی کنیم؟ عنوان ما را تغییر بدیم. درست است؟ میایم نوشته میکنیم کامپیوتر نوشته میکنیم، سیو از میگیریم در کجا؟ در دسکتاپ. حال تانستیم که توسط سیو از موقعیتش هم انتخاب بکنیم. و بعدی حرف که از اوپن هست شاگرد عزیز. اوپن چی هست؟ مثلا ما میتونیم توسط اوپن موضوعات دیگه را داخل ورد ما چی کنیم؟ باز بکنیم. اگر داکیومنت باشه، مثلا عکس باشه، ویدیو باشه، کدام متن دیگه باشه، هر اون چیزی که باشه ما میتونیم چی کنیم؟ داخل ورد او را باز بکنیم. و بعدیش کلوز می باشه شاگرد عزیز. اگر ما رو کلوز کنیم همین پیجی که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته کردیم و دیگه چی شد؟ کلوز شد. ما نمیتونیم امروز کار کنیم تا که دوباره پس نریم همین چی ما را باز نکنیم، همین ورد ما را باز نکنیم. پس دوباره وقتی که ایره باز میکنیم پس همون پیجی که ما روش نوشته کردیم چی میشه؟ برای ما ظاهر میشه. خب بعدیش چیز؟ ریسنت هست. ریسنت به چی معنا هست؟ البته انفورمیشن هست. اول که بر ما انفورمیشن میده که ما مثلا همین داکیومنت ما رو در کجا سیو کردیم، چگونه سیو کردیم. حتی بر ما اجازه را میده که بتونیم داکیومنت های ما را قفل بکنیم تا اینکه کسی به او دسترسی پیدا نکنه. و همچنین ریسنت هست یعنی آخرین بارهایی که پروگرام ورد واز شده با کدام عنوان ها بوده. یعنی همون ریسنت داکیومنت که خوانده بودیم و در پروگرام ورد ما همون رقم است. یعنی آخرین ورد هایی که باز شده کدام ها هست. نیو هست شاگرد عزیز. وقتی که ما روی نیو کلیک میکنیم برای ما فرمت های متفاوت را ارائه میکنه هر کدام را که خواسته باشیم. اگه بلانک داکیومنتس بزنیم چی میشه؟ یک صفحه کاملا سفید برای ما باز میشه و کرییت اوکی میکنیم. میایم ببینین اون صفحه که ما ساخته بودیم
چی شد؟ چنج شد، یک صفحه جدید باز شد. بخش پرینت هست شاگرد عزیز. پرینت چی کار میکنه؟ اگر کامپیوتر ما و پرینتر وصل باشه ما توسط از این میتونیم پرینت بکنیم و در بخش پرینتر هم آپشن های متفاوت را بر ما داده که مثلا شما میتونین آپشن های متفاوت را داده. مثلا از این قسمت میتونین تعداد پرینت هایتون انتخاب کنین که به چه تعداد پرینت میکنین و همچنانی که از اینجا شکلش هم میتونین تشخیص بدین و تعیین بکنین که مثلا PDF باشه یا هر قسمه که باشه. اینجا میتونین که همو صفحاتی که در یک صفحه وردتون است به چه تعداد است از این طریق و همچنان دیگه معلوماتی که به خاطر پرینت کردن هست تمامش اینجا تشریح شده، اما فعلا قدر وقت نداریم که همیشه تشریح بکنیم. پس گزینه پرینت کردن و ما سهولت هم میده که همو صفحه ورد ما را پرینت بکنیم. سیو اند سند می باشه شاگرد عزیز که ما میتونیم سیو بکنیم و اینا به کس دیگه سند بکنیم. مثلا ما روی پروگرام ورد ما یک ایمیل را نوشته میکنیم، میایم سند یوزینگ ایمیل را میزنیم، ایمیل میشه. اگر بخوایم از طریق وبسایت روی کنیم سر وب کلیک میکنیم و همچنان دیگه بخش های هم هست که ما میتونیم از طریق سیو اند سند چی کنیم، اینا بفرستیم یا ارسال کنیم. بخش هلپ می باشه شاگرد عزیز. اگر وقت ما به کدام مشکل سر میخوریم و یا همی که همی پروگرام آورده ما به کدام مشکل سر میخوره، از این طریق از آپشن هایی که داره ما چی میکنیم، کمک خواسته میتونیم و اون مشکل را حل میکنیم. پس چی میشه شاگرد عزیز؟ این تمام بخش مینوی فایل ما میشه که یاد گرفتیم. آخرین گزینه هم اگزیت هست که اگر اوکی کنیم ما کاملا از صفحه ورد خارج میشیم. انشالله که یاد گرفتین شاگرد عزیز؟ بله. مشکل ندارین؟ سوال ندارین؟ نه بسیار خوب. مدینه جان سوال داره، سوالش رو میشنویم. آپشن سیو با سیوز چی تفاوت دارد؟ بله استاد. تشکر از مدینه جان عزیز. مدینه جان میگه که آپشن سیو با سیوز چی فرق داره. مدینه جان آپشن سیو چی هست؟ جای وقتی که ما میخوایم یک داکیومنت خود یا یک پروگرام ورد خود سیو بزنیم، بر ما جایش هم یا موقعیتش هم مشخص نمیکنه. هر آن جایی که از قبل انتخاب شده بود همونجا سیو شده میره. اما سیو از این توانایی را بر ما میده که ما بتونیم پروگرام ورد ما را هر آن جایی که خواسته باشیم سیو بگیریم و موقعیتش انتخاب بکنیم. یعنی در هر دو حالت سیو میشه، اما سیو از با این توانایی که مثلا موقعیتش را هم میتونه بر ما چی کنه، تعیین بکنه. انشالله که مدینه جان جواب سوالت را گرفتی. بسیار عالی. پس شاگرد عزیز به خاطر از اینکه هرچی بهتر و بیشتر درس یاد بگیرین، دو سوال کارخانگیتون از حل بکنین. سوال اولتون است که میله عنوان را مختصرا شرح دهین و همچنان سوال دومتون است که میله مینو یا مینو بار از چند جزء تشکیل شده. این دو سوال را حل بکنین، یک بار درس هم مرور بکنین. این بود درس امروز که با هم یک جا خواندیم و یاد گرفتیم. تا درس بعدی خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.